سلام به شما مشتریان عزیز بنو. قبل از هر چیز ازتون تشکر میکنم که به ما اعتماد کردین و ظروفتون رو برای بازسازی به ما سپردین. اعتماد شما بزرگترین سرمایه ماست. بیشتر ظروفی که داخل بازار به اسم چدن هست به اصطلاح همون ظروف آلومینیومای آلیاژی هست که با پوشش گرانی شما تهیه میکنید و در برابر اسیدی که داخل مواد غذایی هست حساسن. وقتی که غذا رو به مدت زمان زیادی داخل ظرف نگه میدارید، اولین جایی که آسیب میبینه پوشش ظرف است و بعد از اون میره سراغ آلیاژ و آلیاژ به صورت حفره و خوردگی پیدا میکنه. زمانی که ظروف شما میاد به کلینیک بنو برای بازسازی، در ظاهر این حفره‌هایی که داخل ظرف هست مشخص نیست، ولی وقتی میره داخل محله چربی سوزی، سنپلاس و اون پوشش سلایه میاد روش، چون که ظرف تمیزتر میشه، تازه نقاط ریز داخلش مشخص میشه. بعضی از مشتری‌ها از ما میخوان که این نقاطی که به صورت حفره کف ظرف هست رو پرش بکنیم. اینو باید به شما بگم که این کار برخلاف مقررات اصول بهداشتی هست و در اولین استفاده پوسته میشه و خراب و به سلامتی شما آسیب میرسونه. بعد از بازسازی ظروف به این چند تا نکته حتما دقت کنید. یک، اینکه غذایی که داخل ظرف پخته شده رو هیچ موقع تو مدت زمان طولانی نگه ندارین داخل ظروف. برای نگهداری ظروف داخل یخچال یا فریزر حتما غذا رو داخل ظرف استیل یا پیرکس نگهداری کنین. سومین مورد این هست که وقتی که ظرف رو میشورین حتما خشک کنین و کنار بذارین. با رعایت همین چند نکته ساده، عمر ظروفتون طولانی تر میشه و ظاهرش همیشه زیبا میمونه و غذای سالم تری برای خانواده‌تون آماده میکنین. ممنون که ما رو به دوستانتون معرفی میکنین. اینو بهتون بگم که ما به غیر از شما هیچ کس نداریم.